اصلا نمیفهمم چی داره میگه. میدونی چرا گوش دادن به آدما اینقدر برات سخته؟ مغز ما میتونه تا 400 کلمه در دقیقه پردازش کنه. این در حالیه که فرد معمولی با سرعت 125 تا 150 کلمه در دقیقه میتونه صحبت کنه. این یعنی که ذهن ما فضای خالی داره و میتونه پرسه بزنه و حواسش پرت بشه. دیروز تراپیستم گفت کمالگرایی داره بهت آسیب میزنه. چی بگم در مورد کمالگرایی؟ بگم به خاطر سوشال مدیاست؟ نه بگم ریشه در کودکی داره. آره منم همینه مشکلم. فکر کنم مال‌آلودگی حواس. گاهی اینقدر درگیریم که الان چی جواب بدیم یادمون میره گوش بدیم طرف چی داره میگه. دفعه بعد قبل از اینکه جوابشو بدی چند ثانیه مکث کن. نکته مهمی که شنیدی رو با خودت مرور کن بعد جوابشو بده. نمیتونم این بخششو پیاده کنم، خیلی سخته. سخته برات؟ به کلمات و احساسات طرف مقابلت واکنش نشون بده. مثلا به جای پرسیدن سوالهایی که جوابشون آره یا نه هست، سوالهای باز بپرس. مثلا به جای خوبی بپرس امروز روزت چطور گذشت. 3 تا راه حل دیگه هم توی کپشن نوشتم برات. اگر تو هم راه حلی داری توی کامنت ها با همون به اشتراک بذار.